سلام وقتتان بخیر. به اخبار امروز از یقین ژورنال خوش آمدید. اینجا استودیوی خبری یقین است و من منیب سلطانی هستم با ارائه اخبار امروز شنبه 3 قوس سال 1403 هجری شمسی. وزارت صنعت و تجارت حجم تجارت با ترکیه را 94 میلیون دلار اعلام کرده است. وزارت صنعت و تجارت اعلام کرد که حجم تجارت افغانستان با ترکیه در 10 ماه گذشته به 94 میلیون دلار رسیده است. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت در توضیح این ارقام گفته 21 میلیون دلار صادرات و 73 میلیون دلار واردات بوده است. خبرگزاری باختر روز جمعه 2 قوس گزارش داده است که آخوندزاده عبدالسلام جواد گفته است که این میزان تجارت از ماه جنوری تا اکتبر 2024 جاری بوده است. طبق توضیحات این مقام اقلام صادراتی افغانستان به ترکیه، میوه خشک و واردات ترکیه به افغانستان نباتات طبی، قالین و بخاری بوده است. روزنامه اسرائیلی آهرونوت در گزارش گفته است که به علت جنگ هزاران سرباز اسرائیلی تحت درمانهای روانی قرار دارند و این روزنامه این وضعیت را یک وحشت بزرگ توصیف کرده است. یدیوت آهرونوت افزوده است که در ماه‌های اخیر حداقل 6 تن از سربازان که مدت طولانی در جنگ‌های غزه و لبنان شرکت کرده بودند خودکشی کردند. منابع نظامی از ارتش صهیونیست‌ها به رسانه‌ها گفتند که اثرات اصلی این بحران زمان نمایان خواهد شد که سربازان بعد از پایان جنگ به زندگی عادی بازگردند. یدیوت آهرونوت به نقل از یک مقام بلندپایه نظامی گزارش داده است در چند هفته اخیر که وضعیت جنگ در غزه کمی آرامتر شده و بیشتر سربازان از لبنان و فلسطین اشغالی برگشتند. درخواست سربازان برای کمک از روانشناسان به طور بی‌پیشینه افزایش یافته است. اوچا سال 2024 را مرگبارترین سال برای امدادگران در جهان توصیف کرد. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در سال 2024 میلادی 281 کارمند امداد در نقاط مختلف جهان جان باختند. این نهاد تاکید کرده که سال جاری میلادی به عنوان مرگبارترین سال برای امدادگران ثبت شده است. اوچا بر لزوم حفاظت از امدادگران تاکید کرده و افزوده است که تهدیدها علیه کارکنان بشردوستانه در مناطق چون غزه، اوکراین، سودان جنوبی و یمن گزارش شده است. تام فلیچر معاون جدید دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه روز جمعه گفته است کارمندان بشردوستانه به میزان بی‌سابقه کشته شدند. شجاعت و بشردوستی آنها با گلوله و بمب هدف قرار گرفته است. آب آشامیدنی پاک برای دهها خانواده در ولسوالی لعلپور ننگرهار تامین شد. با ساخت یک شبکه آبرسانی در روستای چمچوی ولسوالی لعلپور ننگرهار 160 خانواده با آب آشامیدنی پاک دست یافتند. ریاست احیا و انکشاف دهات ننگرهار میگوید که ساخت این شبکه آبرسانی 3,600,000 افغانی هزینه در پی داشته است. 95 خانه و صدها جریب زمین در اثر سرازیر شدن سیلاب در قندوز آسیب دیدند. جمعیت هلال احمر افغانی اعلام کرده است که سیلاب‌های اخیر در ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز خسارات سنگینی به مردم این منطقه وارد کرده است. بر اساس گزارش این نهاد در این سیلاب‌ها بیش از 25 خانه به طور کامل و بیش از 70 خانه به طور نسبی تخریب شدند. بازداشت 3 قاچاقچی مواد منفجره در نیمروز. 3 تن در ولایت نیمروز به اتهام قاچاق مواد منفجره از پاکستان توسط نیروهای امارت اسلامی بازداشت شدند. این افراد قصد انتقال مواد منفجره به زرنج و سپس به سایر ولایات را داشتند. دیجیتال سازی صنعت گردشگری در افغانستان. امارت اسلامی از برنامه‌های خود برای دیجیتالی سازی و استانداردسازی صنعت گردشگری افغانستان خبر داد و گفته معاون گردشگری وزارت اطلاعات و فرهنگ تلاش‌ها برای گسترش این صنعت و تسهیل فعالیت شرکت‌های سیاحتی در جریان است. این بود اخبار امروز که تقدیمتان شد. تا دیدار بعد، بدرود.